با نیمه عاشق‌ها نشین. به نیمه رفیق‌ها اعتماد نکن. نصف نیمه زندگی نکن. نصف نیمه امیدوار نباش. برای کسی که نصف نیمه گوش می‌دهد نخوان. نصف جواب را انتخاب نکن. روی نیمه ای از حقیقت پافشاری نکن. رویای نصف نیمه نخواه. تا انتهای سکوتت ساکت باش و به حرف که آمدی تمام حرفت را بزن. سکوت نکن که حرف بزنی. به حرف نزن که سکوت کنی. نصف در واقع همان چیزی است که تو را میان آشنایانت غریب جلوه می دهد. اگر رضایت داری کاملا راضی باش و اگر نمی خواهی کلا بگو من نمی خواهم. خنده نیمه کاره، یعنی به تعویق انداختن خنده. دوست داشتن نصف نیمه یعنی هجران. رفاقت نصف نیمه یعنی بلد نبودن رفاقت. نوشیدن نصف نیمه آتشت را کم نمی کند و خوردن نصف نیمه سیرت نمی کند. راه ناتمام به جایی نمی رساندت. زندگی نصف نیمه یعنی تو ناتوانی در زندگی کردن و تو ناتوان نیستی. تو کاملی عزیز من، تو کاملی و نه نصفی از هر چیزی. تو به دنیا آمدی برای کامل زندگی کردن و نه زندگی در نصف نیمه ها و ناتمام ها. چیزی را دوست داری با تمام وجودت به سمتش برو. چیزی را نمیخواهی محکم بگو نه.